سلام رفقا، من هاجرم و اینجا بدن انسان رو با هم از درون کشف میکنیم. امروز میخوام راجع به عضله حرف بزنم که وقتی دستمون رو میاریم جلو یا میخوایم یک عزیزی رو بغل بکنیم از این عضله استفاده میکنیم. عضله کراکوبراکیالیس. اسم این عضله از مبدأ اون یعنی پروسس کراکوید گرفته شده. این عضله مبدأش با تاندون عضله بایسپ یکیه. سمت داخلی بالای بازو قرار داره، یعنی از نظر آناتومیک قسمت آنتریور بدنه. عصب اون ماسکولو کوتانئوسه که از طناب خارجی شبکه براکیال پلگزوس تشکیل شده. خب بریم سراغ عملکرد کراکوبراکیالیس داخل بدنه. دو تا وظیفه‌ای که داره، یکی این که باعث فلکسور داخل بازو میشه که همون خم شدن بازو، و یه وظیفه دیگه هم که داره اداکشن بازو رو انجام میده، یعنی بازو رو به تنه نزدیک میکنه. البته این رو هم بگم که یک فلکسور و اداکتور ضعیف هست. یکی از وظیفه‌های مهمی که انجام میده اینه که وقتی که ما اداکشن رو انجام میدیم نمیذاره که بازومون از صفحه فرونتال منحرف بشه. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودین و اگه ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم اونو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستین.